از هوش مصنوعی پرسیدم بابا جون سرطانزاترین غذا برای آدما چیه؟ جالبه نه چیپس بود، نه نوشابه بود، نه قند و شیرینی. یه غذایی که WHO سازمان جهانی بهداشت مستقیم گذاشته توی لیست غذاهای سرطانزا. برای آدما فقط 50 گرمش توی روز خطر ابتلا به سرطان روده رو تا 18% زیاد میکنه، چون برای نگه دارندش و رنگش از نیترات و نیتریت استفاده میشه که همین مواد تو بدن مستقیم به DNA حمله میکنن. تازه اگر با حرارت یا دود درست بشه خطر جهش‌زاییش انقدر میره بالا که این خطر رو چند برابر میکنه. این خوراکی چیزی نیست جز گوشت‌های فرآوری شده، یعنی سوسیس و کالباس و ژامبون. این پستم بفرست برای عزیزانت، پیج منم حتما فالو کن.